سلام، ارادت، وقتتون بخیر باشه. من محرز کریمی هستم. به یک ویدیو آموزشی دیگه خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو قراره که یه چند تا حل مثال حرفه‌ای از روش حل F12 ها با هم داشته باشیم. همونطور که میدونین F12 یعنی ساختن دوله اول توی روبیک 3 درسه و آموزش‌های متنوع و زیادی براش گذاشتم، چه آموزش الگوریتم از 4 طرفش، چه آموزش لوک هدش، چه آموزش پیدا کردن مهره‌ها که خیلی بابت بالای 20 تا آموزش همش گذاشتم. ولی توی این ویدیو میخوام حل F12 ها رو با هم تمرین کنیم، یعنی اسکرامبل میکنیم روبیک ها رو خراب میکنیم، کراسش رو حل میکنیم و روی مثالی که برامون پیش میاد با هم تمرین میکنیم که اینو آقا کجا دوران بدیم، کجا دوران ندیم، کجا تکنیک استفاده کنیم، کجا استفاده نکنیم و هر آن چیزی که قهرمان های دنیا و حالا کیوبرهای حرفه‌ای توی حلشون استفاده میکنن رو توی این حل مثال ها بهتون توضیح میدم. اینکه کجا از چه تکنیکی استفاده کنین، کجا دوران بدین، دوران ندیم، از پشت فرمول بزنیم، چه مواقع فرمول رو از پشت بزنیم، همه رو بهتون میگم و یک حل مثال کاملی برای روش حرفه‌ای و حل مثال حرفه‌ای برای F12 هستش. پس حتما ما همراه باشین. یه نکته خیلی مهم این که در مورد F12 هم زیاد آموزش گذاشتم و توی این ویدیو نمیخوام یاد بدم چجوری F12 رو حل بکنین یا F12 ها رو پیدا کنین یا هر چیز دیگه. توی این ویدیو میخوایم نحوه صحیح حل F12 یعنی آقا کدوم مهره رو اول حل کنیم، کدوم دوم حل کنیم، با چه اولویت حل کنیم و همین نکاتی برای F12 حرفه‌ای لازم داریم و قهرمان‌ها از اون استفاده کنن. مرسی که همراهمون هستیم. بریم سراغ ویدیو. خب قبل اینکه بریم سراغ شروعمون چند تا نکته رو باید در نظر بگیرید. شما برای اینکه توی F12 ماهر بشین و بتونین که خیلی سریع یا پیوسته F12 هاتون رو حل بکنین، باید یه دوره تقریبا 1-2 ماهه بدون تایم گیری، یعنی بدون زمانگیری و خیلی آروم تمرین کنین. چرا باید این اتفاق بیفته؟ چون که شما برای حل سرعتی F12 اول باید بتونید F12 ها رو درست حل کنین. پس گام اول F12 سرعتی درست F12 رو حل کردنه. پس اگر که واقعا میخواین توی حل F12 پیشرفت کنین، از زمانی که این ویدیو رو میبینین به مدت 2-3 هفته یا 1 ماه چه بهتر، حل سرعتی F12 رو بذارین کنار و سعی کنین که آروم آروم حل کنین و اشتباهاتتون رو پوشش بدین توی این مدت تا بتونین F12 ها رو بهتر حل کنین. حالا برای F12 چند تا چیز لازمه. یکی دید درست و مناسب که اصطلاحاً بهش میگن لوک هد، یکی تسلط بر روی F12 ها و یکی پلن ریزی و برنامه‌ریزی درست. ما میخوایم همه رو انجام بدیم. من روبیک رو خراب میکنم. خب میخوام برم سراغ F12. حالا نکته که هستش، شما باید دقت بکنین که آقا الکی F12 نزنین. یعنی هر مهره‌ای که انتخاب میکنین به فکر بعدیش هم باشین. نگین خب حالا مثلا این نارنجی سبز رو حل میکنم بعد میرم سراغ بعدی، یا اینو حل میکنم بعد میرم سراغ بعدی. شما باید تقریبا یه نگاه کلی داشته باشین. یعنی تو گام اول این تمرین شما باید F12 هاتون رو با دقت بررسی کنین و بتونین بشمرین حتی حرکاتش رو که زیر 30 حرکت باشه. الان مثلا من یه F12 اینجا دارم، سفید، سبز، نارنجی که ایجش هم اینجاست. میتونم اینو اینجوری بزنم و برم حلش کنم. اما اگه دقت کنین یه کورنر اینجا دارم و یه اج اینجا که با یه ال پریم یو پریم ال میچسبه به هم. پس میام چیکار میکنم؟ یه ال پریم یو پریم میدم، به جای اینکه ال بدم اینو ببرم پشت، دقت کنین ال پریم یو پریم میدم، همینو ال2 میدم که این اینجا باز میشه، U2 ال پریم. حالا میرم مهره بعدی، این رو دارم میارم جلو، یه F12 به هم چسبیده دارم، اینو حلش میکنم، میرم برای F12 سوم، این و این مهره. دقت بکنین بچه‌ها، تعداد دوران هاتون مهمه. شما بیشتر از 3 دوران نمیتونید توی F12 بدین. پس الکی دوران تا ندین، تا اینجا هم که اصلا دوران ندین. اینو بخوام اگه با این جفت بکنم خیلی راحته. اگه دقت کنین این از این ور نشونتون میدم، این با این هم رنگه، F پریم یو پریم F اینجوری جفت میشن دیگه. ببین این مهره اگر اینجا بود F پریم یو پریم F بزنین با هم جفت میشن. حالا از میشه جفتش کنم، R پریم یو پریم R جفت شد. حالا یه دوران میدم، اینو از اینجا حل میکنم، میمونه برای این. اینو 2 تا کار میتونم بکنم، یا 2 تا دوران بدم بیام اینور حل کنم، یا کار درست رو بکنم از همینجا با ال حلش کنم. یعنی شما دست چپتون هم قوی کنین. همون فرمول دست راست رو، فرمول جدیدم من حفظ نکردم، با دست چپ اجرا میکنم و حل میشه. در واقع با 2 تا دوران
تو بهترین حالت ممکن حل میشه. حالا شما باید پس اول از همه نقاط رو بررسی کنید که آقا کدوم F2L کجا هستش، کدوم F2L رو حل کنیم اول بهتره و براش پلن ریزی داشته باشین که آقا کدوم F2L چه اتفاقی باید براش بیفته. حالا اینجا یه مهره اینجا دارم، مثلا میخوام شروع کنم، یه مهره اینجا دارم. یه نکته مهم بگم، هر حرکتی که می‌خواید بزنید اگه در حقیقت روبیک رو نچرخونید، روبیک دستتون ثابته. قبلا تو آموزش بهتون یاد دادم یه نگاه سیاره‌ای می‌کنید تا دور روبیک رو بتونین ببینید. واسه روبیک ثابته، یه نگاه سیاره‌ای می‌کنید دور تا دور رو ببینید. خب من الان هم سفید سبز نارنجی رو میتونم با این حل کنم، هم این دوتا رو میتونم حل کنم. بچه‌ها از پشت F2L انداختن باید استفاده کنید. مثلا از سفید سبز نارنجی رو حل کنم، از همینجا دارم، یعنی دوران الکی ندین. من اینو جفت میکنم، یه یو میزنم، اینو میذارم اینجا، این میخواد بره اینجا دیگه، لازم نیست دوران بدین L پریم U تو L کنیم. از همینجا که هستین R پریم U تو R. این از این. حالا میرم سراغ بعدی، این دوتا. اینو چیکار میتونم بکنم؟ یعنی U پریم میدم، از هم جدا میشه، یه دوران R پریم U پریم R. میتونستم F پریم U پریم F بزنم، ولی خب چون F یه خورده ممکنه کارو سخت کنه شده، یه دوران میدم F پریم U پریم R. حالا میریم برای گام بعدی. F2L که دارین اینه و این دوتا از همینجا جداشون میکنم، اینو حل میکنم. حالا میرم برای این پی رو در میارم و حل میکنم. به همین راحتی F2L بعدیمون حل میشه. پس شما تو انتخاب F2L باید دقت کنید. آقای کریم من بعدا سرعتم که زیاد بشه چجوری تو سرعت بالا باید انتخاب کنم؟ تو سرعت بالا اگر با سرعت پایین تمرین کرده باشین طبیعتاً میتونید این کارو بکنید، اما اگر با سرعت پایین تمرین نکرده باشین قطعاً نمیتونید این کارو کنید. پس تمرین با سرعت پایین مهمه. حالا تمرین بعدی که باید لازم شما باشین F2L هایی به هم چسبیده، F2L خاص رو حتما باید حفظ کنید. توی ویدیو مختلف آموزش دادم و بتونید ازشون استفاده کنید. حالا مثلا تو اینجا من الان کراسمو میسازم، میریم برای F2L اول اینو دارم و این دوتا، اینو میتونم حل کنم، اینو راحت‌تر میتونم حل کنم. چرا؟ چون اینو اگه جفت بکنم این راحت حل میشه. میرم برای F2L دوم، اینو دارم با این جفتش میکنم. باید سعی کنین هر F2L تو کمترین تعداد حرکت حل شه. F2L سوم اینه با اینو میذارم رو خودش، از همین پشت یه R پریم یه L U تو RL پریم، این هم حل شد. برای F2L 4 دوران میدم و به همین راحتی حلش میکنم. پس انتخاب F2L مهمه. نکته دومی که خیلی مهمه اینه که آقا شما برای هر F2L نباید 50 تا حرکت بزنید، باید خیلی حرکات محدود باشه، یعنی کمترین تعداد حرکت رو برای حل هر F2L انتخاب کنید. مثلا الان من میخوام اینجا این دوتا رو حل کنم، 1 2 3 یه دوران 4 5 6 7. این از این. میرم برای F2L دوم. F2L دومم اینو انتخاب میکنم، 1 2 3 4 5 6 7. حالا میرم برای F2L سوم، این 1 2 3 4 5 6 7 8. میرم برای F2L چهارم، 1 2 3 4 5 6 7. در واقع 2 تا 7 حرکت داشته، 2 تا 8 حرکت میشه 16، کلا میشه 30 حرکت. پس F2L تون حداقل دیگه هم بهترین حالت زیر 30 حرکته و اگه سخت بود دیگه هم اولش 32 حرکت باید جمع بشه. یعنی یا شما 50 حرکت اگه F2L میزنین، خب طبیعتا تعداد حرکاتتون هم روی زمانتون تاثیرگذاره و نباید اینقدر حرکت‌ها زیاد باشه. پس تو تعداد حرکت باید دقت کنیم. چیکار کنیم تعداد حرکت؟ تمرکز فکر. خب میریم برای حل مثال بعدی. اول اصلا اینو میتونم حل کنم با اینو. من اینو حل میکنم چون با آره بود دم دستم هست. 1 2 3 4 5 6 7 8 حرکت حد اکثر. دومی اینه، میارمش اینجا، همینجا از پشت جداش میکنم، یعنی لازم نیستش که بیارم جلوی خودم برم رو خونش حلش جدا کنم، نه همینجا که بودم همینجا از اینجا جدا میکنم حلش. پس یاد بگیرید بچه‌ها که لازم نیست هر مهره بیاد رو خونه خودش، فقط کافی تو جای درست جداش کنید. 1 2 3 4 5 6 7. F2L بعدی این دوتا 1 2 3 4 یه دوران 5 6 7. F2L بعدی این پایین با این. معمولا اینو باید اینوری کنیم، از این ور حل کنیم، ولی چه کاری از پشت هم میتونم حل کنم. 1 2 3 4 جفت شد 5 6 7. اینم بعدی. پس حرکات F2L خیلی مهمه.
انتخاب موقع خیلی مهمه و در انتها تمرکز روی F2L ها. یعنی شما برای اینکه بتونید F2L ها رو سریع حل کنین باید اول بتونید درست حل کنین. ما الان داریم اینجا روی صحیح حل کردن F2L ها کار میکنیم. اگه F2L تون 50 حرکت، 40 حرکت، 60 حرکت، یعنی شما اصلا بیس F2L تون اشتباهه و اصلا فعلا نمیتونید بیاد پایین. اول تعداد حرکاتتون درست کنین، اگه لازمه فرمول حفظ کنین، فرمول تو آموزش F2L گفتم، و بعد از اون بیاین سراغ تصحیح حرکت‌ها و بعدش حرکاتی که تصحیح بکنین یه ماه اینجوری تمرین کنین، استپ به استپ برین جلو، دیگه اصلا عادت میکنین. دیگه الکی F2 رو واژه‌ش اینه که خرکی حل نمی‌کنیم، راحت حل می‌کنیم با دقت. حالا مثال بعدی این پیر F2 رو از اینجا می‌خوام بندازم اینجا توی ادوانس F2 اینو گفتم ولی اینجا هم میگم، جاشو میارم پایین. F پریم R یه F2 رو زدم، میرم برای F2 دوم. این دوتا یه نکته، یه دوران میدم R پریم R جدا میشه. حالا اینجا هم میتونم دوران بدم R U R پریم بزنم، هم معمولا مثلا قهرمانی دنیا مثلا اکثرا فیلیکس این کارو میکنه واسه اینجور حرکات جوجه دوران اینجوری میکنه، یه دونه DW میده جاش میاد زیرش R U R پریم. ببینیم برای سومی این دوتا باید اینجا بره حل شه، اینجوری حل شه. برای این هم میشه دوران داد، هم میشه از DW پریم استفاده. یعنی با یه DW پریم شما جای F2 درست میکنید R پریم پریم و اینم برای چهارمی. پس یه سری مواقع میتونید DW پریم بزنید تا جاش بین سر بیاد دم دستتون تاتون حلش کنید. یه نکته مهم DW2 نباید بزنید، یه جاهای DW مثلا اینجا یه جایی که DW پریم زدش فقط اونجاها از این تکنیک میتونید استفاده بکنید. یه دو تا مثال دیگه هم بریم و ببینیم نکته دیگری هستش، اونها رو هم بررسی بکنیم با هم. اگر تو کلاس هم ضبط کردین حتما آموزش قبلی رو ببینید در مورد کلاس بود. خب اینو دارم با اینم که اینجا هست. من اینو یه دونه یو میدم، یه آر یو آر پریم میدم، اینو اول حل میکنم، بعدش این دوتا رو اصلا جدا میکنم. نمیام اینو بندازم اینجا جفت شه، نه، چون این با این مخالفه همینجا مخالفشون میکنم، یه DW میدم R U R پریم. بعدش میخوام برم سراغ این F2L یا این F2L. حالا این F2L رو ببینید کورنرش حله، برای اینکه اینم حل بشه یه ادوانس F2L ساده داره. اینو مستقیم بندازم اینجا L2U2 L2U2 L2. اینو انداختم، میرم برای بعدی یه دوران میدم و با دو تا دوران حل میشه. پس یه سری ادوانس F2L ها هم که حالا به زودی توی کانالم آموزشو میذارم، اگه که دوست داشتین حتما بنویسین که زودتر براتون آماده میکنیم و ادوانس F2L هم براتون آموزش میدیم. اصلا ادوانس F2L پرکاربرد رو بهتون حتما میخوام جدیدن آموزش بدم. خب میریم سر بعدی، یه دونه اینو دارم، یه دونه اینو دارم. اول اینو حل میکنم چون با R 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد اینو حل میکنم چون تکون نخورد، از همونجا جداش میکنم. بعد اینو میخوام حل کنم یا اینو حل میکنم چون با کی هول میشه حلش کرد. یه D2 میزنم، جای خالی میاد اینجا R U پریم R پریم D2 دیگه، و حالا این از همینجا با L حلش میکنم. تکنیک‌های مختلف F2L رو هم تو کانالم بچه‌ها آموزش دادم، کانال هم آپاراتم هم یوتیوب هم میتونید مشاهده بکنید. حتما آموزش‌های قدیمیمو ببینید چون خیلی کمکتون میکنه. پس برای بهتر شدن تو F2L چند تا گام لازمه. یکی اینکه درست حل بکنیم و صحیح، دو اینکه دقتمون تو حل زیاد باشه، و سه اینکه یه مدت بدون تایم گیری حل بکنیم. وقتی که بتونید F2L تون رو دقیق و درست حل بکنین، خود به خود وقتی بخواید سریع هم حل بکنین این امکان براتون فراهمه و میتونید F2L هاتون رو خیلی درست بدون مکس و خیلی دقیق حل بکنین. پس یادتون باشه که حتما لازم نیست بتونید آروم آروم حل انتها بدین، نه، کلا بعد از اینکه این اتفاق میفته F2L هاتون اوکی میشه و تو سرعت بالا هم کمکتون میکنه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ویدیوی حل مثال حرفه‌ای برای روش F2L که اکثرمون توش مشکل داریم. اگه سوالی بود حتما تو کامنت بپرسید، به همش جواب میدم. مرسی که همراهم هستین. ارادت، موفق باشین. خدا نگهدار.